شاید لحظه حال مهمترین زمانی باشه که ما بیشتر از هر وقت دیگه باید بهش توجه کنیم. خیلی از ماها فراموش کردیم که نه گذشته‌ای وجود داره نه آینده‌ای. یعنی ما با فکر کردن به گذشته‌ای که دیگه دست ما نیست، یعنی هر اتفاقی که افتاده دیگه تحت اختیار ما نیستش. هر حرفی که زده شده، هر رفتاری که شده، هر چیزی که بوده دیگه به ما ربطی نداره، از کنترل ما دیگه کاملا خارج شده. و همینطور آینده‌مون، یعنی ما نمیتونیم دقیقاً پیش بینی کنیم که چه اتفاقی در آینده میفته و خیلی از ماها یه رفتار، یه عادت بدی که داریم اینه که هی مدام به آینده فکر میکنیم و راجع به آینده تصویر سازی میکنیم. این که راجع به آینده یه تصویرسازی جزئی داشته باشی و یه تایم کوچیکی تو در روز بذاری برای اینکه نسبت به آینده یه تصویر رو برای خودت بکشی، اون داستانش خیلی فرق داره. این رویا پردازی خیلی متفاوته. ولی ما وقتی که اعتیاد پیدا میکنیم نسبت به اینکه کلا دیگه مثلا از 24 ساعت میبینید زمانی که طرف بیداره یه تایم خیلی زیادی شد داره میذاره راجع به اینکه به آیندهش فکر کنه. مثلا طرف میاد موزیک پلی میکنه و فقط نسبت به آینده و خودش تو اون فضا و لوکیشن میبینه و نسبت به آینده فکر میکنه. به نظر من نه تنها به نظر من، به نظر خیلی از آدمایی که الان آدمای موفقی هستن و هم ثروت مادی بالایی دارن هم ثروت معنوی خیلی خوبی دارن، قطعاً اعتیاد به این که فکر میکنم یکی از جدیدترین اعتیادایی که نسل جدید، یعنی نسل ماها و به بعد ما پیدا کرده، فکر کردن به آینده است. یعنی خیلی خیلی دهه 70 80 خیلی نسبت به آینده فکر میکنه. یه جورایی اعتیادگونه است این رفتار، یه جورایی این که نسبت به آینده هی مدام فکر کنی، هی تصویرسازی کنی، برکم میای موزیک میذاری و برای خودت روی پردازی میکنی، واقعا زندگی آدم رو از دست میده. یعنی وقتی که لحظه این زمان تو از دست میدی، این زمانت، یعنی این انرژی که داشتی که از دست رفته، نمیتونی برش گردونی. یعنی میتونی با یه سری کارا انرژی جدیدی رو به دست بیاری. به خاطر همینه که سن فقط یه عدده و زمان کلا یه عدده، ولی واقعیت اینه که وقتی که مدام فکر میکنی نسبت به آینده، اتفاقی که میفته ذهن آدم فرسوده تر میشه انگار. چون موضوعی که پیش میاد اینه که ما دیگه نمیریم سمت این که یه جورایی تلاش کنیم یا اصلا اون انرژی که باید رو برای اینکه صرف تلاش کردن بکنیم نداریم. یعنی انرژیمون رو عملا از دست میدیم. خیلی از آدما من میبینم که الان واقعا زندگی در واقع خیلی خوبی ندارن، به خاطر اینه که واقعا اون لحظه حالشون رو یه جورایی از دست دادن. اینو کاملا جدی دارم میگم. یعنی من آدمایی رو میشناسم که طرف مدام رویا پردازی میکرد نسبت به الانش، نسبت به لحظه حالش. مثلا طرف میگفتی خب چرا الان این تصمیم رو نمیگیری؟ میگه نه شرایط بهتر بشه. یعنی نسبت به شرایطی که هنوز نیامده. ببینید شرایط رو خودمون درست میکنیم برای خودمون دیگه. شرایط رو کی رقم میزنه؟ مثلا دارم میگم تو میخوای بری توی مسابقه 2 مثلا شرکت کنی، خب مسابقه 2 یک شرایط پیش بینی شده داره. مثلا تو اینقدر بعد بدوی تو این بازه زمانی که رکورد جدید بزنی، یا نه مثلا نسبت به رقیبت که مثلا رقیبت خب یه سری دیتیلا داره، اطلاعات داره، مثلا اینقدر کیلومتر بر ثانیه مثلا این دونده میتونه مثلا بره. یعنی با تحلیل رقبات یه داده‌ای رو به دست میاری و با توجه به اون خودت بررسی میکنی که میتونی، یعنی یک شرایطی از قبل در واقع میتونی بابت اون شرایط تلاش کنی یا به اون آمادگی جسمانی که میخوای برسی یا نرسی. و
آدمایی رو میبینم که یعنی بررسی کردم دیدم آدمایی که الان خیلی بدی دارن آدمایی بودن که تو لحظه‌ای که بودن هیچ وقت تلاش نکردن، فقط منتظر به دست اومدن یک سری شرایط جدید بودن. خب خودم رو براتون الان مثال میذارم. ببینید من الان چند تا برای من شرایط بود که میتونستم انتخاب کنم. خب و مثلا دارم میگم مثلا میتونستم بیام بگم که خب نه یکم شرایط رو سخت‌تر کنم یا مثلا این پادکست رو دیرتر شروع کنم، خب برای اینکه این شرایط بهتر بشه، چون مثلا موقعیتی لوکیشنی که الان در واقع این دیزاینی که الان پشت سرم داره تو ذهنم بود که مثلا برم یک جای دیگه‌ای رو بگیرم که یه فضای کاملا مدرن باشه، ولی دیدم که خب این یک پروسه زمان بره دیگه، مثلا ممکنه که چند وقت زمان بگیره. خب به خاطر این چند موقع روزی که بعد میگذشت، چند هفته‌ای که بعد میگذشت، خب زمانم از دست میدادم، ولی الان کنار شما دارم براتون پادکست میذارم و خیلی هم خوشحالم دارم. این ویدیوهایی که میذارم واقعا احساس خیلی خوبی دارم. همونطور که بهتون تو پادکست های قبلا بهتون گفتم، من اولین ویدیوهای من توی یوتیوبه و به قبلش توی اینستاگرام فعالیت داشتم، ولی توی یه بازه زمانی خیلی زیادی من فعالیت خودم رو میتونم بگم فعالیت حرفه‌ای خودم رو قطع کردم. به قبلش چند سال پیش فعالیت حرفه‌ای داشتم، ولی الان که توی یوتیوب دارم فعالیت میکنم و وقتی که ویدیو میذارم تازه یه سری اطلاعات، ببینید صرفا وقتی که مثلا من الان پلتفرم یوتیوب رو رفته دارم یه سری اطلاعات نسبت بهش پیدا میکنم، چون میدونید که الگوریتم های یوتیوب و اینستاگرام متفاوته، الگوریتم ها کلا متفاوته و دنبال بهتر کردنش هستم، ولی اینکه دست نگه دارم تا شرایط خوب بشه، خب این خیلی ایدئالگرایی خوب نیست، کمالگرایی واقعا خوب نیست. یعنی این میشه یک کمالگرایی. اکثر آدم هایی که لحظه حالشون رو از دست میدن آدم های کمالگرایی هستن. یعنی اکثرا با فرض این که لحظه آینده خیلی خوبی داشته باشن و تصویرسازی های خیلی خوبی که نسبت به اون موقع میکنن، اینطوریه که لحظه حالشون واقعا از دست میدن و اتفاقی که میفته اینه که میتونم بگم که واقعا اتفاق مثبتی نمیفته، چون دیگه ببینید وقتی اون شخص مثلا من در کنار شما دارم این پلتفرم رو بیشتر میشناسم و خب مسلما میتونم محتوای بهتری رو تولید کنم. وقتی اگر شروع نمی‌کردم چه اتفاقی میافتاد؟ اگر مثلا میذاشتم چند ماه دیگه شروع می‌کردم که شرایط خودم هم بهتر بشه، اتفاقی که میافتاد حداقل مهمترین چیزی که از دست میدادم این تجربیات، یعنی عملا این تجربه‌ای که تو این بازه زمانی که در واقع این براتون ویدیو گذاشتم رو کامل از دست میدادم و چیزی هم به دست نمی آوردم، ولی الان در کنار شما دارم این تجربیات رو به دست میارم و خیلی برام مهمه و میتونم بگم که واقعا تو لحظه، یعنی من خودم مثلا در لینک اومدم در واقع این مثلا الان استارت زدم با وجود اینکه 100% آمادگی در واقع این تولید این محتوا رو نداشتم، واقعا دارم میگم، ولی الان در واقع اومدم سریع و همین واقعا چیز خاصی نیستش که مثلا فکر کنید که الان اومدم یه کار عجیب غریب انجام دادم، نه. و اکثر کسایی که به یه نقطه خیلی خیلی بزرگی تو زندگیشون میرسن از یه نقطه خیلی کوچیک شروع کردن و من با توجه به اینکه خب یه سری موقعیت ها رو به دست آوردم دوباره به خاطر به یه سری دلایل، نمیگم از دست دادم، ولی حالا به دلایلی مجبور شدم که یه طور دیگه‌ای در واقع انتخاب کنم. بنابراین
برای من دیگه احساس میکنم که کمالگرایی دیگه معنایی نداره و فقط شروع کردن بود که معنا داشت. یعنی این 2-3 ماهی هم که میخواستم شروع کنم و شروع نکردم، به خودم میگم خیلی اشتباه کردی. ولی با این حال یعنی اگر منتظر بودم که یه شرایط خیلی بهتری برای من رقم میخورد که بیام شروع کنم، دیگه واقعا میتونم بگم که دیگه عملا خیلی اشتباه در اشتباه میشد. بچه من یه چیز جالب بهتون بگم. کلاً وقتی که میخوای یه کار جدیدی رو، یه کاری که در واقع شروع کنی که تا حالا در واقع تجربهش نکردی، اتفاق اولی که برات میفته اینه که ذهنت کلاً دوست نداره اون کار رو انجام بدی. یعنی مغزت هی مدام داره اون کشمکشه رو باید انجام میده که تو نری سراغش. و دلیلش هم به خاطر اینه که مغز دوست داره که تو رو به حالت سکون، یعنی اون حالتی که هستی نگه داره، یعنی حالت پایداره که همیشه یه کاری رو حتی اشتباه انجام میدادی. من یه سری دوستامو میبینم مثلا طرف مثلا خب خیلی سنش زیاده، تجربهش خیلی بالاست، ولی مثلا کافی یک پیشنهاد برای ارتقای اون کارش بهش بدی، اصلا حاضر نیست اون کار انجام بده. یعنی واقعا کسایی که حاضر نیستن تغییری تو کارشون، روندشون ایجاد کنن، افرادی هستن که خیلی ضرر میکنن، خیلی ضرر میکنن. یعنی به چشم خودم دیدم افرادی که واقعا پرتلاشن. افرادی که تلاش نمیکنن من کاری ندارم، ولی افرادی که تلاشگر هستن ولی صرفا به خاطر اینکه تغییر پذیر نیستن و آمادگی انجام یک سری کارهای جدید رو ندارن، خیلی خیلی سختی میکشن، اذیت میشن. ولی خواستم بگم که تو لحظه حالتون باشین و این لحظه حال هیچ وقت یعنی شاید 5% از نقص خوبه که مثلا در روز 10 دقیقه بپردازین نسبت به آیندهتون، رویا پردازی داشته باشین، ولی بیشترش واقعا از نظر خودم البته اشتباهه. یعنی بیشتر مثلا روزی 2 ساعت اینکه موزیک بذاری، به آیندهت فکر کنی، چه میدونم تصویرسازی کنی، بری ریزای اینستاگرام رو نگاه کنی که کلی از آیتمای در واقع لوکس هستش، نگاه کردنش هیچ تأثیری نداره. جدی دارم میگم. اگر مثلا دارم میگم ماشینت پرایده چه با لهجه گفتم، ماشینت پرایده خریدن یه 206 برای تو الان به نظر من خیلی خیلی مهمتره تا این که مثلا خوبه که مثلا به ماشینای لوکس فکر کنی، حالا برند نمیگم، ماشینای خیلی لوکس فکر کنی، ولی مسئله اینجاست که اینکه کلا هیچ تلاشی برای به دست آوردن مثلا اگه 206 نکنی، صرفاً بگی که نه من از این کارهای کوچیک انجام نمیدم دیگه، فقط کارهای بزرگ، دیگه اون واقعاً یه کار اشتباهیه. یعنی از بیزینسمنای موفق هم بپرسی، اکثر آدم‌ها تو لحظه حالشون هر موقعیتی بوده، هر موقعیتی که برای رشدشون بوده رو اکسپت کردن و انجام دادن. یعنی این لحظه حال الان وقتی برای تو مثلا دارم میگم لحظه حال یعنی چی؟ یعنی مثلا الان شرایط رفتن به باشگاه نداری، ایدئالت اینه که 5 کیلو وزن اضافه کنی، بدنت هم سیکس پک باشه و در واقع عضلاتت در بیاد و این داستانا، ولی الان شرایط باشگاه رفتن نداری، در صورتی میتونی تو خونه 10 تا تمرین انجام بدی که حداقل بدنت از اون حالت نافرمی در بیاد. خب شاید به تمرینای باشگاه نرسه که البته میرسه، یعنی اکثر تمرینای تو خونه هستش که الان خیلی کمک میکنه که در واقع ایدئال بشه، ولی یعنی اینکه استوب بدی بگی نه من فقط زمانی که بتونم. مثلا طرف خیلی جالب، من یه دوستی داشتم خیلی جالب بود، باشگاه نمیرفت، میگفتیم چرا باشگاه نمیری، میگه که میگفتش که حالا باشگاه هم نمیرفت که جدا از اینکه باشگاه نمیرفت سیگار هم میکشید، میگفتش که خب مگه من ماشین دارم برم باشگاه. یعنی عجیب غریب بود این آدم. خب اوکی باشگاه نمیری، سیگار که میکشی، فست فود که میخوری، نوشابه که مصرف میخوری، مشروب که میخوری، کلی، چون ماشین نداری الان کلا باید گم بزنی تو
سلامتی خودت صرفا به خاطر اینکه ماشین نداری، خب میتونی تلاش کنی جسم سالم داشته باشی، قطعا به هر چیزی که میخوای میرسی. جسم و فکر سالم البته، یعنی مغزت درست بتونی که ازش بهره ببری، آپدیت کنی خودت رو مدام، عضلات ذهنت رو قوی کنی، قطعا به هر چیزی که میخوای میرسی. اینو من نمیگم، من تو مسیرشم به هر چیزی که خواستم. من الان بیل گیتس نیستم که مثلا ایلان ماسک نیستم که دارم این صحبت رو باهات میکنم، ولی منم تو مسیرشم و خیلی خوشحالم از این مسیری که هستم. واقعا مسیری که من هستم انقدر در سلامت کامله که خیلی راضیم. گاهی وقتا آره منم گاهی وقتا فست فود میخورم، گاهی وقتا شیرینی میخورم، گاهی وقتا کیک میخورم، ولی روتین من این نیستش. گاهی وقتا در واقع خوابم ناکافیه، گاهی وقتا خوابم بیش از حده، ولی سعی میکنم روتینم درست باشه. منم انسانم، یک بار دارم تجربه میکنم این زندگی و بنابراین از خودم که انتظار عجیب غریبی ندارم. به خودت فشار نیار، ولی لحظه حالت رو از دست نده. ما عمدتا لحظه حالمون رو داریم از دست میدیم، یعنی انقدر که مدام داریم به چیزایی فکر میکنیم که در واقع هنوز نیومده که این لحظه رو از دست میدیم. امیدوارم که جزو کسایی باشی که تو لحظه حالت و از انرژی که داری استفاده کنی تا بتونی آینده قشنگتری رو بسازی.